سلام ارادتمند، خیلی خوش اومدیم به 4مین قسمت برنامه هنگه. امیدوارم که خرم باشید. کمتر موقعی پیش میاد که من خودم بگم که حتما این برنامه لذت بخش خواهد بود، ولی که مطمئنم اگر این برنامه رو تا آخر ببینید قرار کلی کیف بکنید و حالتون خوب باشه. تو این قسمت برنامه در خدمت استاد رضای شریفیان معروف به رضای استیو هستیم که حالا سلام علیکی بکنم با هم گپ بزنیم. آرزو بفرمایید. سلام عزیزم، حال شما خوبه؟ سلام. خیلی مخلص. ان که هر جا هستین خوش و خرم باشین در کنار مخلص. هنرمنده عزیز. من در خدمتتونم. تاج سعید، افتخاری برای ما. کوچیکم. خیلی مخلصم. عمو من شما رو چی صدا بزنم؟ آقا رضا صدا بزنم؟ عمو کیوان صدا بزنم؟ اون کیوان. چشم. اطاعتم. اون چیزی که خدا بیامرز مرحوم بخشی با بابام که بودن، ما که دنیامونیم، بابام گفت بخشی تو اسم ضرور رضا. کیسا؟ گفت صداش بزنی رضا، اما تو شناسنامه بهش بگین کیوان شریفیان. درود شما. ما کیوان شدیم دیگه. چشم. به لطف بزرگون. تاج سری. پس اسم شما رو آقای بخشی. مرحوم بخشی. روشون شاه. بخشی. بله، انتخاب کرده. عمو چرا رضا اسنیف اول؟ استیفا. ما بچه که بودیم فیلم استیو واسین میذاشت، یادتونه؟ بله. که ما مثلا استیو واسین رو نگاه که میکردم، بعد از فیلم که تموم میشد ما بچه بودم میرفتیم تو کوچه حرکته استیو واسین رو انجام میده. استیو واسین کسی بود، یه هنرپیشه آمریکایی بود. بله. بعد حرکتاش مثلا تو بدنش برق و ایچیا بود. یه دستش و یه چشمش و یه پاش خراب شد، رفتم فضا با افتادم پایین دیگه، مثل پاش اینا برق گذاشتم. بعد این صورت خوبی داشت، میدوید، من حرکتی او انجام میدم، بشه بیده همش حرکتی استیو واسین انجام میدم. بعد به شما گفتن رضا استیفا. اما استیفا اصلی او بود. نفهمید آقا، مخلصیم. شما در محله ظلم‌آباد متولد شدید. بله. و از دوران تولدتون بگین، از خانواده‌تون. ما والا ظلم‌آباد دنیا آمدیم. بله. بعد ارزاده مادر ما اینا مثلا با بابام اونجا زندگی میکردیم. بابام هم تو شرکت آلمانیا بود. با خارجی‌ها کار میکرد. تو شرکت اتپیان هستن. مثلا اونجا با خارجی‌ها کار میکرد. 10 زبون صحبت میکرد خارجی‌ها. کیسا؟ بابام هم بخی حساب بکنی خوش یه هنرمند بزرگ بود. استاد علی شریفیان. روشون شاد. علی شریفیان سش. بیشتر بهش میگفتن کل خاله. کل خاله؟ کل خالم. مثلا سش میگفتن میریم معبوداش تو شریفیان هستش، گفتن علی کل خاله اومد. بعد بابام هم خدا رحمتش کنه وقتی شب میومد از مثلا شرکت اتپین که کار میکرد میومد کار تموم شد، اون موقع مثلا ماشین و چیا نبود، حمال بود. مثلا میوه میخرید از شهر اینا، حمال میذاشت رو کولش میورد با خودش. وقتی هم میومد همسایه همه تو کوچه نشسته بودن منتظر بابام بیدن. بابام هم با شربه میومد، شربه میخوند و میومد، میگفتن اینا اومد. همه دم در مینشستن، قدیم اینطوری بود، همه در حیاتا مینشستن تا بابام میومد میخوند اینا، بعد میرفت. مردم یه انرژی میگرفتن، میگفتن تا فردا میگی کی بیا علی کل خاله باز. ما در خدمتیم. که اینطور. بله. شما متولد چه سالی هستین؟ 1350. 1350. بله. چند تا فرزند دارین قربان؟ من یه دختر دارم. یه دونه دختر خانم. ان شاء الله خدا حفظشون کنه. عمو کیوان، شما، من حالا ذکر این ماجرا رو زیاد شنیدم، داستان آشنایی خاله لیلا و عمو علی، مادر و پدر محترم شما. داستانشون چی بوده؟ عرضم بزرگت مادر ما تو همون الیل بندرگاه هستم. بله. اونجا زندگی میکرد. بعد میرفتن رو همون مخ خورما و اینا هستم. میرفتن بالای همون مخ و اینا خورما میچیدن اینا. بعد وقتی هم میرفت بالا مثلا میخوند، شربه میخوند اینا. بوی من اون موقع سرباز بود. کجا؟ همون نیروگاه اتباع اون طرف بود. اون موقع جاندارمری بود اگه باشه. بعد ما که یادمون نیست البته، ولی خب ذکر خیرش نه خب شنیدین دیگه بالاخره از یه ور شنیدین. بله ما بابام هم پاسبان بوده، بابا بزرگم. چه بهتر. چکر. عرضم بزرگت. بعد بابام هم موقع ای بیده، عصری بیده، پست بیده. درست. یو همون روز هم باد شمالی میومده، باد خونه که باد صدای مثلا شهر و خونه اینا میورده سیش، پاسگاه مثلا نزدیک بوده به اونجا، یو میونه صدای میاد. سی رفیقش میگه هیچی نگو، یه گوش ببینید چه میگه. یکی دی مادرمو داره میخونه شربه.
میگه آی شریفیان کجا میخوای بری؟ میگه یه لحظه. میگه بابا تو پستی؟ میگه بابا ول پست کن. نگاه کن چه صدای خشی میاد، برو ببین صدای کو کیه. بعد اصلش میده به دوستش، میره میبینه مامان ما مادر ما بالا داره خورما میشین هی میخونه، همینطوری میخه مادرم میشه. بعد دیگه یکی مثلا بابام وقتی مادرم تموم میکنه شربش، بابام جوابش میده دومندوی مثلا یکی اون میگه که دیگه عاشقی اونا از اونجا شروع میشه. بعد میرسه به کی؟ با ما که دیگه ما آخرش میدیم. شما پس اما که میشه گفت شما فرزند آواز و شروه‌ای. بله. سعادت بزرگیه. زنده باشی کوچیکتم عزیزی. من بیشتر شربا خونی دوست دارم. بیشتر شربا کی میخونم مثل دل مردم میخونم اینا. چیه که مادرم میگفته مثلا خیلی شعر داره مادرم. مثلا مادرم سوادی نداشت اما وقتی با حرف میزد مثلا بالاتر از یه آدم سوادداری بود. مثلا با شعر با حرف میزد. شربا خونی مثلا میگم مدت روزی ما و تو یار بودیم، ثواب اینجا ما و تو در گلزار بودیم. مثلا میگه یه روزی میاد که ما و تو نیستی، کجاییم؟ تو گلزاری. این مادرم میگه ها، این از مادر خدا بیامرز. روشون شاد باشه. روشون شاد باشه. بزرگ ما تاج سری. بحث شهوه رو گفتین خودتون علاقه دارین. یه صبح شما توی تنهایی خود چی گوش میدی؟ وقتی تنهایی یه موزیک میخواین گوش بدین، اون موزیک چیه؟ موزیک بعضی موقع مثلا ساز نیمون، مثلا ساز بدون آواز. بدون آواز که گوش میگیرم که مثلا بعد میشینم خب مثلا آهنگسازی کنم باش، مثلا با ساز یه حرکتی بزنم با نیمون. نیمون زدن ما خب خودتون دیگه جرانش هستید. ما بچه بودیم اون موقع جنگ بود. تو موقع جنگ بود. سال چند بود؟ جنگ سال 61. 61 جنگ بود. من مثلا یه دوچرخه داشتیم، دوچرخه 20 کوچیکی داشتم. گفتم که دیگه همسایه اذیت نشه و اینا، دوچرخه رو می‌زدم با یه نی تکی بمبوله هم گذاشته بودم روش. میرفتم مثلا همین کنار دری خودم. بمبولمون بادکنک. خیلی از رفقا شاید ندونن. ما میگیم، ما قدیمی‌ها میگفتیم بمبوله. درسته. ما مثلا با دوچرخه هم می‌زدم میرفتم کنار دریا، میگفتم که دیگه همسایه اذیت نشه. میرفتم اونجا زیر یه درختی پیدا که هوام گرم بود، یه درختی پیدا می‌کردم می‌نشستم زیرش، همونجا می‌نشستم تمرین می‌کردم تا دیگه ساز یاد گرفتم. تو این جوونایی که الان دارن ساز میزنن، موقعی که ما ساز دست گرفتم توی جوونا، این جوونایی که الان هستن هیچ کموش نبودن. اون موقع فقط بهرام بود که استادم بود، بهرام مربخش با محمود جان کار میکرد. خدا ازش کنه. بعد ارزم بزرگت با مثلا عبدی بود. عبدی صفاری. بله. بعد میشت احمد بود، میشت احمد علی شریفی، اونم جفتی میزد. من فقط اینا رو دیدم. بعدش دیگه همه رفقایی که مینوازن الان همه بعد از شما بودن. بعد از ما بودن ها. بسیار هم عالی. شما اولین آوازی که شنیدین که یادتون باشه کامل چه آوازیه؟ آواز یا آواز، شعبه، نوا. اولینش رو یادتون هست اصلا؟ اولین که شنیدم صدای مادرم. یا مادرم، من بیشتر صدای مادرم گوش میگرفتم. یعنی از مسیر آواز مادر شما سمت موسیقی 100% روی آوردین؟ بله. یعنی نه، در اصل بخی حساب بکنی عمومم خودش استاد شریفیان بزرگ، استاد محمد شریفیان که عموم بوده اینجا، مثلا ملی شنبدیا اینجا میخوند. اینجا نوخونه اینجا بود. مثلا 7 روزه هم بود، دنیا هم بودم عموم رحمت خدا رفت. نتونستی دیگه عمومو ببینیم اینا. اما مرحوم بخشی خدا رحمتش کنه که با عموم کار میکرد، فامیلمون هم بود، بزرگمون بود. بعد ما بخشی خدا بیامرز دیدم میومد مثلا از ظلموات که میومد با یه آریه داشت میذاشت کنار خونه عموم محمد شریفیان، با پیاده میومد تا در خونمون هم از این قدیمی ها کلونی هست. مثلا دایره وقتی بزدن میدونستیم که زن داره میاد در خونمون. مستطیلیه برای آقایونه. اون دایره مثلا وقتی میزد، اما اون یکی مرد بود. 2 تا 3 تا که میزد میدونستم کیه. میدویدم به چند بودم، اون عکسی که نشون دادم بچه بودم. میومدم در حیاط خوب باز میکردم تا میومدم روبروش یه تیکه مثلا صدای خودشو میخوندم. همون نوخونش. بیشتر ما عاشق مثلا شهر و خونی و مدنی هم خیلی خوشم میاد. مثلا مرحوم بخشی و عموم مثلا اینا یه صدای بخصوصی داشتن که دیگه هم نمیاد مثلشون. ما انشالله زنده باشیم بتونیم راشون رو ادامه بدیم. سایتون رو سر ما. بعد عرضم بزرگت میومد
میگفتم تا میومد یومو میخوندم شعر میخوندم یا رفتم نوعی خودش میگفتم میگو نگاه کن با بابام میگو نگاه کن علی چی میکنه این پسرت ما کشت میگو صدای ما میره تو گلو پسرتا اما پسرتا نمیخونه پسرم میخونه اما نه مثل پسرتا در اصل بخی حساب کنی عاشق صدای ما پسرتونن ما از کوچیکی الگو مثلا محروم بخشی روشون شاد باشه. آقا شما برای بخشی که میخونی من فکر کنم برای آقای آقاسی هم که خونی اشکش در اومد. آقاسی خدا رحمتش کنه. یه خاطری هم از خدا بیامرز آقاسی یادمون آوردیم براتون میگم. مال سال 67 بود. آقاسی 2 سال ایجاد تعبیر بود. بله. یه ماشین بیوکی داشت صبح تا صبح میرفت بنده خدا کلانتری امضا میکرد و میرفت تا یه شب باقر آرامی خدا رحمتش کنه یکی از استاد خیام و بعد خون اصلا همه کاره بود استاد بود منو دید گو بهم گو کله خاله گفتم چنه گو امشب سازتو بردار بیا اون یه مهمونی داره ما هم نمیدونستیم مهمون چه چش با یکی از پسر دوستامون هوشنگ علی شریفی اونم ضرب میزد خیلی هنرمند خوبیه پسر هم مشتمد علی شریفی بعد گفتم امشب آماده ای گفتم بریم فلان گفت کجا گفتم خونه باقر ما هم سنی نداشتیم اون موقع 19 است 18 19 است 15 سالم 15 است 15 شد اون موقع که ساز میزدم گفتم چش سازی برداشتیم رفتیم خونه اون باقر دیدیم یه بنده خدایی نشسته بود خدا رحمتش کنه آقاسی بود یه خونه سفیدی انداخته رو پاش درد میکنه پاشو دراز که گفت عمو ببخشید فلان اینا گفتم نه گفتم سلام گفت سلام پسرم گفت منو میشناسی گفتم ولی اسمش شنیدیم شما استاد ما هستی فلان اینا بعد گفت تو پسری کیستی گفت تو فلانی بعد اسم خدا بیامرز محروم بخشی آوردم گریه کرد عزیزم گفت من عاشق صدای محروم بخشی بودم دیگه صحبت شد و اینا ما ساز در آوردیم گفت ساز در بیام چی داری تو ما ساز در آوردیم زدیم گفت تو موقع کجا بودی با من باشی گفتم چه بگم آقا نعمت ما هنوز منجمد نشده بودم که با شما باشم این هم یه خاطره مال خدا بیامرز دیگه زدیم سیش و اینا چند تا عکس هم گرفت تو اینا حالا منتظر هستیم مثلا این چند تا عکسی که باش داشتیم و اینا هنوز گیرم نمونده پسرش چند مرتبه بهم گفته میفرستن حتی یه نواری هم اون موقع کاست بود ضبط کردن پیششون پیش همین پسرش که اینطور دیگه به ما نرسید شد. آقا یه سوال که دارم اینه که خب به اون موسیقی هایی که آقای آقاسی میخوندن و حالا من میگفتم موسیقی کوچه بازاری دیگه بله بله موسیقی کوچه بازاری به نظرتون تاریخ انقضا داره یا نداره تموم میشه یا نه با توجه به روند موسیقی که داره تو ایران طی میشه تا کی این سبک موسیقی قراره شنونده داشته باشه به نظرتون تا زمانی که عاشق داشته باشه عاشق اونی که مثلا قدیمی هستن الان خیلی هم سراغ دارن مثلا عاشق قدیمی هستن اما الان دیگه مثل اول نیست رونق نداره که خیلی کم شده اما بیشتر الان رو به جدید هستن مثلا خودتون هم دوست دارین موسیقی کوچه بازاری میخونین؟ عاشقشم ما خودم حالا ما عاشقش هستیم یه سوال اگر توی سبک موسیقی کوچه بازاری فقط یک ترانه رو بخواید زمزمه کنید یعنی شما توی گذر زمانی هستین که گفتن فقط یه دونه ترانه از اون سبک موسیقی میتونید بخونید کدومه؟ همون بسته دیوونگی میخونید دیگه‌شو؟ باشه بخونم بله بس دیگه دیوونگی انداز داره این خونه بیرون دروازه داره 100 بار اگه عاشق بشی بازم اسیری صیاد غم هر روزی سیدی تازه داره ای دل اگه هوس بود همون یه دفعه بس بود دیگه از اون قدیمی هم کوچیک آقا درود نفستون گرم قربونش شما کوچیک بریم از به نظرم فاروق و بهار بگیم نوه‌های عزیزه نوه‌ها چطورن؟ دستبوستن سلام دارم تاج سرم بازی هم باشون میکنی همون؟ وقتی میاد اذیتت نمیکنن؟ نه دوستشون دارم عشق مثلا وقتی میان مثلا پسرم فاروق که میاد خونه ما موقعی که مثلا دنیا اومده اینا ما سازو برداشتم مامانش دخترم گفت بابا چه میکنی گفتم تو کار نداشته تو بچه رو بگی تو دستت حالا قنداقی هم بود بله ما ساز در آوردم تو گوشش زدم
گفت چرا این کار؟ گفتم میخوام بعد از خودم با این ساز آشنا بشه. من الان چند تا ساز دارم، یعنی خیلی هم قدیمیه، سازی خودم باش میزنم، به کسی هم نمیدم. اگه دنیا هم بدونم نمیدم به کسی. یعنی قدر فاروق دوستشون دارم، قدر نوام سازامو دوست دارم. گفتم بعد از خودم سازام برسه به کی؟ به فاروق عزیزم. حالا فاروق هم وقتی فاروق چند سالشه الان؟ الان 7 سالشه. 7 سالشه. کی تو؟ داره تازه هم رفته مدرسه و اینا. گفتم برو مدرسه درست بخون، فوتبالیست هم هست مثل خودم. من فوتبال بازی میکردم. ایران جام شاهین؟ ما جفتش بازی کردم. کدومو دوست دارین؟ ما ایران جام شاهین خیلی تیم خوبی بودن. ما بیشتر تو تیم پاس بازی میکردم. پاس قدیم. پاس قدیم. ما سعادت داشتیم با آقای رزمی هم گفتگو کردیم. سعادت احمد رزمی. اون بزرگه. آره با ایشون صحبت کردیم، بسیارم گفتگوی دلچسبی بود. بله. ما فوتبال هم بازی. بعد فاروق تا یه روزی پسرم اومد خونه و اینا، هر وقت هم یاد میره مثلا سازان باده. میره میگرده همون سازی که ما مثلا خیلی دوستش داریم. خیلی دوستش دارم. اصلا نمیدونم چطوریه. یهو میره ساز همون که مرداره مثلا درش میاره میزنه. با این هم به قدش کوچه مثلا صداشو در میاره. تا یه روز دیگه گفتم بابا چرا؟ گفتم امروز بیا تا بریم جایی. گفت کجا؟ گفتم کار نداشته باشه. کیف ورزشو برداشتم آوردمش فوتبال. تا فوتبال دیگه گفت بابا ما میخوام برم فوتبال. دیگه رفتم لباس فوتبالیستش خریدم، الان تو جزیره هم بازی میکنه. پاچه پنم ماشاءالله. بازیش هم خوبه. الحمدلله دمشون گرم. زنده باش. استاد یه سال تا حالا شده حالتون خیلی بد باشه ولی مجبور باشین یه جا اجرای شاد کنی؟ نه تیگونه بوده. فقط مثلا خبر بدی بهتون دادن ولی شما موظف بودی که قولی دادی یه جای بری اجرا بکنی. درسته. یعنی با اون حال بده، با اون خبر بده رفتین یه جا اجرا کردین. بعضی موقع میشد میرفتن. این هم برای خدا بیامرزه مادرم بید عزیزم، اونم برای خوش. بعضی موقع مثلا موقعی که رحمت خدا رفت خیلی هم اومدن گفت تو بیا، دلم قبول نمی‌کسی مادرم بخونم. اما دیگه مجبور شدم دیگه گفتم مادر من برام، رفتم سر مزار سیش خوند. عزیزم روشون شاد باشه. خدا رحمت کنه. عمو جان یه سوال، شما تفریح دیگرتون جز موسیقی چیه؟ ورزش. فوتبال. آره عاشق ورزش. هنوز هم بازی می‌کنی؟ جدی؟ بله. فعال. جمعه و چه پستی بازی می‌کنی؟ من فورواردم. دو پا بازی می‌کنم. کی تو؟ اوضاع تیم ملی الان چطوره؟ تیم ملی خبرش که نداره. کدوم بازیکن دوست داشتین؟ تو تیم ملی قدیم. آره قدیم. چنگیز، بازیکن استقلال. چنگیز بود. بازیکنه اسطوره‌ای جهانی منظورم. جهانی. الان علیدایی خوبه. علیدایی ایران. خارجی‌ها چطور؟ خارجی‌ها مارادونا. شما مارادونا. مارادونا. استاد احمد رضوی میگه فقط پله. اسطوره ایشون طرفدار پله بود. پله هم بازیکن. شما مارادونا با مسی. آرژانتینی شما؟ نه من در اصل برزیلی هست. برزیلی. عاشق برزیلم. اصلا تقابل عجیبیه. تیم ملی برزیل ولی عاشق مارادونا و مسی. مسی. اینا بازیکن خوبی داشتن. کیت؟ زیکو بود دیگه، سوکراتس بود. خیلی بازیکن خوبی داشت. یعنی دقیقاً میزان آگاهی من از فوتبال بله آره بسیار پایینه. خیلی پایینه. در حد اسم تیم ملی هست. بله. سوال دیگرم اینه که شما تصور کنید که یه قدرتی داشتین، یه شخصیت تاریخی رو، درسته، محدودیت زمانی ندارین، محدودیت مکانی هم ندارین، قراره بیاد با شما هم‌مسیر شه توی بافت قدیم قدم بزن برای شروه بخونی، درسته، کیو انتخاب میکنی؟ چه ایرانی چه خارجی؟ یه آدم اسطوره قدیمی اصلا با کی دلتون میخواد بشین یه چایی بخورین یکم گپ بزنین باش؟ ولی زیاد هستن. یه نفر آقای عبدیپور. کدوم آقای عبدیپور؟ احسان که هست در غیر همنشینی با چطوریه؟ خیلی خوبه. تجربه‌شو که داشتی؟ 100%. خیلی خوب. احسان حرف نداره. از آدم قدیمی چی؟ یه خاطری یادم اومد. الان اسم احسان آوردم. آقای عبدیپور برادرش ادریس. بله. یه شب اینجا نشسته بودیم، ما دعوت شدیم و اینا اومدیم پیششون یا اجرا داشتیم اینا، بعد صحبت از هنر شد اینا. احسان ادریس گفت ما بچه بودیم با دوچرخه مثلا میگفتن امشب رضا شریفیان امشب باغزرا عروسی، ما بیشتر تو عروسی ها میرفتم ساز میزدم برای مردم اینا.
تا خودش یه در اومد گفت یه خاطری از آقا رضا دارم. گفت ما مادرم میگو بابا بخواب. گفت نه تو نمیدونی یا فرد شو رضا شریفیان فلان جان. گفت خب بخوش تا صبح بشه تو برو مثلا مجلس. گفت ما با دوچرخه 70 بعد موتور گازی بود اون موقع قدیم. اینا میومدن تو مجالس ما مثلا یه بوی دوماد میگو اینا کیه؟ گفتم نگاه کن همینا عروسی پسرتو گرم میکنن. وقتی هم ما بگفتم مثلا بوی دوماد رو حرف ما حرف نمیزد. میگو هرچی آی شریفیان اینا رو میورد از اینا میبودن داخل مثلا دست میزدن دست عربی مجلس دوماد اصلا گرم میکردن اصلا میتره کنن. آیا عبدیپور یه خاطری هم از این آیا عبدیپور که اینطور استاد مثلا من خودم بله. اگر مثلا تاریخ یه قدرتی بهم بده بخوام با یکی حرف بزنم احتمال خیلی زیاد بشینم مثلا دلم خواد با هیتلر بشم یکم گپ بزنم. درست. چون هیتلر خب یه نقاش درجه یکی بود دیگه. این که چطوری به همچین جنونی رسید که حالا حادثه آشویتس اتفاق باید بیفته و اون بحث نسل‌کشی یهودی من احتمال میخوام بشم با حرف بزنم که چه شد که به اونجا رسید. از این منظر شما دوست داری با کی صحبت بکنید؟ از آدم قدیمی؟ یه کسی که شاید اسطوره جهانیه، شاید مثلا قرن‌هاست فوت شده. نه حالا یکی همون که خاطره بود که قبل بهتون تعریف کردم مثلا مال استیو هستش. آها دوست داریم با استیو بشینیم. همون کسی که الگومون بوده دلم میخواد باش حرف بزنم. با استیو احتمال راجع به چی حرف بزنیم به نظرتون؟ درباره فیلماشو اینا چطوری مثلا بازی می‌کردن اینا. احتمال با استیو کی تو؟ بله. آخرش عمو کیوان خوابم می‌بینی؟ خب بعضی موقع خواب خدا بیامرز مادرم می‌بینم. عزیزم. تو خواباتون موسیقی و شروه و اینا هم هست؟ یعنی توی خوابتون مثلا یه شب یه خوابی دیدم. خب ما مثلا خیلی دلم میخواد مثلا بخونم مثلا مدایی مثلا جای عموم یه شب مثلا آخر عمر من مونده مثلا یه شب اینجایی که عموم میخونده من بخونم. کجا بوده؟ تو محله شنبدیا. بله. این مسجدی که الان کنارتونه. ان شاء الله سایتون جاش مثلا یه شب بیام تو محله شنبدیا بیاد عموم و خدا بیامرز مرحوم بخشی بخونم. بعد یه شب همینطوری تو فکرش میدم و اینا تا خوابیدم. یه خواب دیدم که من مثلا گفتن امشب شریفیان میخواد بیا اینجا. این خط شروع شده بود که جای خودم زورکی مثلا من کشوندن آوردن تو مدایی که بخونم. بله. این هم خاطره مال اون شبی که توی خواب اینجا اجرا کردی. اینجا اجرا کردم. تا یه روز مثلا رونمایی کتاب عموم بود محمد شریفیان. بله. نمیدونم چه شما خودتون در جریان هستین چند مدت شنیده بودم کم سعادتی من بود که نفسم تشریف. نه عزیز دلم. بعد اومد مثلا محسن این رونمایی کتاب عموم کرد و تو شنبدیا مثلا 4 دسته دنبام هم بود. تو خودم هم تو دنبام بودم میزدم و اینا. بعد 4 تام از تهران اومده بودن باش از صداتو. بله. به محسن گفته بودن این پسر آمود کجاست؟ ما میخوایم از نزدیک ببینیمش. خیلی دلم. بعد دیگه اومدن اینجا منو دیدن. بعد سینه شروع شد و اینا رفت رو صدا خدا بیامرز مرحوم بخشی. صدا بخشی قطع شد مخوندم. مثلا کپی خدا بیامرز خودش خدا هست. خدا حفظشون تو دلم مونده اما حرکت زدم اینجا. اسم استاد محسن شریفیان اومد. حتما پرچمدار موسیقی بوشهر توی ایران و حتما بین‌المللی. بله. از قضا امروز هم فکر کنم روز تولدشونه. بله امروز تولدشه. امروز هم سعادت داریم تایمی که داریم با هم صحبت می‌کنیم روز تولد ایشونه. قبل از اینکه حالا درخواستی ازتون دارم اینه که تا کی ما بعد حسرت کنسرت گروه لیان رو توی بوشهر بکشیم؟ واقعا میشه گفت حسرت دیگه چه بگیم دیگه. یعنی واقعا دلمون لگ زده یه کنسرت درجه‌ای که ما خودم دلم می‌خواد پسر عموم اینجا باشه کنار همدیگه باشیم. بارها هم بیده کنار همدیگه بودیم اما مثلا دور از ان شاء الله شرایط مهیا بشه که مهیا بشه پسر عموم بیاد سعادتی قشنگی شهر ما محسن شریفیان واقعا این موسیقی پسر عموم خیلی زحمت کشید. مثلا همین سازمی عموم دنیا رو مطرح کرد. خودتون میدونید همه جا میرن با دختر گلش سازو میبرن ماش همه جا رو آگاه میکنن. با رابطتون با دختر خانومش چطوره؟ دخترمه عزیزم. دختر گلمه. خیلی دوستش دارم. خدا حفظتون کنه. آقا من یه درخواست داشتم از اگر مهیا هست و شرایط هست یه تماسی باشه بگین تولد تبریک بگین دیگه. حالا اگه تبریک نگفتین چون دم صبحم هست. خیلی میچسبه. یه تبریکی بگین. اینا اوضاع چطوریه؟ چشه. مخلص.
داشتیم گفتیم موین مسابقه داشت. مثلا یه مسابقه داشت، موین سوال کردن ازش، گفت کجا دلت میخواد بیای مثلا؟ گفت میخوام بیام بافت بوشهر. کی تو؟ گفت دلم میخواد بیام بوشهر، تو بوشهر مثلا برای بوشهریا بخونم. میبینم که واقعا بوشهر خیلی عاشق داره موین، تو این بوشهر خودمون عاشق زیاد داره. یا آقا ماجرای پای مصنوعی چیه؟ کنار دریا میرین موضوع چطوریه؟ مثلا حال هوام عوض میشه. من وقتی میام دم دریای بوشهر، من خودم عاشق مثلا شنو و اینا بودم. مثلا این کشتی رافائل، بله ایران شنیدی؟ بله بله. ما بچه بودیم، رافائل اینجا بود. وقتی شب چراغاش روشن میشه فکر میکردی مثلا حالا چه میگن ساختمونی همش رو آب هستن. سفر مشکل فراق یار مشکل یارو